کامپونمان‌های بوتان. شکل بوتان به این هستش، به این شکل. خب بوتان C1 C2 C3 C4. حالا باید بیام چیکار کنیم؟ بیام اینو تبدیلش بکنیم به فرم خط و گوه. خب میگه که در راستای کدوم پیوند ها نگاه کن. میگه کافورمه هایی که در اصل چرخ پیوند C1 C2 یعنی بین این دوتا نگاه کن، یا کافورمه های C3 C4 یعنی بین این دوتا نگاه بکن. خب فرقی نداره. من میگم اصلا به 2 3 نگاه میکنه، بازم فرق نداره، یا 2 3 رو بگیر. خب من میام در راستای 2 3 نگاه بکنم. خب پس 2 3 رو میکشم، میگم کربن این 2 این 3. خب میگم این 2 به چی بسته؟ به 2 تا هیدروژن بسته و به یک گروه متیل بسته. پس رسمش میکنم. میتونم هم به صورت وای بنویسم هم وای برعکس. دوست دارم به صورت وای برعکس بنویسم، یا 8. بالایی رو متیل بگیرم، خب 2 تا پایینی رو هیدروژن بگم، اصلا فرقی نداره. میتونی شما وای بگیری. خب بعد به کربن سومی که نگاه میکنم، میگم 2 تا هیدروژن بهش بسته و یک هم گروه متیل بسته. حالا بیام اونو دوباره به صورت وای برعکس بکشم، باز فرقی نداره. پایینی رو متیل می نویسم و چیزی که فرق داره اینه که هیدروژن ها که هم دیگه متیل باهاش فاصله داره. خب پس دقت کنیم که نمیتونید یه متیل رو اینجا، یه هیدروژن اینجا بکشید، یکیشو اینجا بکشید. خب هیدروژن هاش هم کشیده. این فرم ساهوستشه، فرق نداره. میتونیم اینو مثل دو گوه تو تو خالی هم بنویسید. اتفاقا فرم ساهوست خیلی راحت از اینه که ما بیام گوه تو خالی بکشیم. خب چرا؟ به خاطر اینکه ببینید من وقتی میخوام این رو کامپونمسونش رو بکشم، یک از این سمت نگاه میکنم، خب میگم 7 میبینم یا 8 میبینم، 8 میبینم، پس 8 رو رسم میکنم. خب به پشتی که نگاه میکنم میبینم 7 میبینم، 7 رو هم رسم میکنم. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ میبینم بالایی متیله، خب 2 تا سمتش یه هیدروژنه. خب به بالایی که نگاه میکنم میبینم 2 تا بالایی هیدروژنه، پایین متیله. خب این فرم چی هستش؟ این فرم نپوشیده شه. خب باید فرم چیکار کنم؟ اینو به فرم پوشیده تبدیل کنم. پوشیده رو چجوری تبدیل میکنیم؟ جلو رو ثابت نگه میداریم، اینو به اندازه 60 درجه میچرخونیم. خب میکشم، جلو رو ثابت یعنی بالا متیل، پایینیا هیدروژن، متیل، پایینیا هیدروژن. خب ببین این هیدروژن به چرخه، در راستای این هیدروژن قرار میگه کوچولو هیدروژن مینویسم. خب این متیل به چرخه، در راستای این هیدروژن قرار میگه یه متیل کوچیک مینویسم. این هیدروژن هم 60 درجه به چرخه، در راستای این متیل قرار میگه، بالاش هم هیدروژن مینویسم. پس من فرم نپوشیده رو کشیدم، فرم پوشیده رو هم کشیدم. اگه بخوام برای این نگه که انرژیشون چنده، من بخوام برای این دیاگرام انرژی شرط چرخش انرژی بکشم، خب باید بگم سقف نپوشیده چقدره. من میبینم که اینجا یه دونه هیدروژن دارم، یه دونه هیدروژن متیل و یه دونه هم هیدروژن متیل. گفتیم به ازای هیدروژن ما 4 کیلوژول انرژی لازم داریم. به علاوه به ازای هر هیدروژن متیل هم 6 تا، 2 تا هم 6 داریم. خب چند میشه؟ میشه 16. خب اینجوری هم حتی بدون اینکه بهمون بگه بوتان به 16 کیلوژول انرژی به عنوان سطح چرخش انرژی نیاز داره، ما میتونیم بگیم که 16 کیلوژول انرژی میخوایم. خب حالا میخوایم دیاگرامش رو با هم دیگه رسم بکنیم. دیاگرامش رو بخوام رسم بکنم، میکشم،
اینجا درجه هم هستش 0 60 120 180 240 300 و 360. خب اینجا هم انرژی که سقفش چند حساب کردیم 16 کیلوژول بر مول حساب کردیم. خب حالا بخوام بکشیم 0 درجه یعنی فرم پوشیده، یعنی اونا دقیقا رو هم دیگه قرار بگیرن که اون موقع ناپایدارترینه و 16 کیلوژول انرژی نداره. به خاطر چی؟ به خاطر ازدحام فضایی گروه های هیدروژن با هیدروژن یا هیدروژن با متیل. حالا بعد 60 درجه چرخوندن تبدیل به چی میشه؟ فرم نپوشیده میشه و پایدار میشه، تقریبا به 0 نزدیک میشه. بعد دوباره نپوشیده همینجوری میکشیم. خب همشون باید توی سطح بکشن تا اینجا مثلا پایین بیارید که من اینجا نمیتونم دقیق بکشم. خب پس اینم میشه فرم هاشون، نمیشه فرم دیاگرام سطح چرخش انرژی. و فرق هم نداره ما حول کدوم کربن ها بچرخونیم. میتونستیم کربن 1 2 باشه، 2 3 باشه، 3 4 باشه. خب پس دیاگرام انرژی کنفورم هایپرتون که C1 C2 اینجا میتونید به عنوان مثال خودتون C1 C2 در نظر بگیرید بکشید. کنفورم هایی که خودش 2 3 هستش که من براتون کشیدم اینجا براتون کشیده همش رو همین 0 درجه هست، اینجا 60 و دوباره اینجا 120 اینجا چرخونده آورده و پایینش هم اومده سطح چرخش رو نوشته. ببینید خب زمانی که ما خب اینا رو با هم دیگه میچرخونیم خب به یه جایی میرسیم که 2 تا گروه های متیل خب تو راستا اینا در حال 2 3 چرخونده. خب 2 تا متیل روبروی همدیگه قرار میگیرن. یه بار هست 2 تا متیل به صورت 60 درجه هم دیگه قرار میگیرن، یه بار هم هست متیل ها خب میان به این صورت قرار میگیرن. ما به این فرم میگیم پوشیده به خاطر اینکه همه گروه ها تا هم دیگه قرار گرفته. ما به این میگیم فرم گوچ. چرا؟ هر گروهی به جز هیدروژن گروه بزرگی محسوب میشه، حتی متیل. وقتی گروه های بزرگ 60 درجه با هم دیگه فاصله داشته باشن به این میگیم فرم گوچ. خب ببینید اینم فرم گوچ هستش؟ نه، به خاطر اینکه فاصله این تا 120 اگه اینجا بود مثل این یکی 60 درجه به اون میگفتیم فرم گوچ. خب این فرم پوشیده است و اینم فرم چیه؟ اینم فرم آنتیه به خاطر اینکه 2 تا گروه بزرگ یعنی گروه هایی به جز هیدروژن حتی متیل باشد در فاصله 180 درجه همدیگه قرار بگیرن به این فرم میگم فرم آنتی. پس ما برای بوتان 4 تا کانفورمر داریم. چرا؟ به خاطر اینکه یه دونه فرم پوشیده است، یه دونه فرم گوچه، یه دونه فرم آنتیه و یه دونه فرم نپوشیده است. بعدن هی تکرار میشه. ببین میشه پوشیده، این میشه فرم گوچ به خاطر اینکه گروه های بزرگ 60 درجه هم دیگه قرار گرفتن و این میشه پوشیده. پس برای ما بوتان خب 4 تا کانفورمر داره و سطح انرژیشون هم متفاوته. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی 2 تا متیل کنار هم دیگه قرار میگیرن 100% انرژیش بیشتر از اینه که یه دونه هیدروژن با متیل کنارش قرار بگیره. خب و این صد رو برامون به وجود میاره. ببینید ما زمانی که به فرم آنتی همیشه یادتون باشه فرم آنتی پایدارتر از گوچ هستش. البته چند استثنایی هم داره مثل مورد که ما جلوتر میخونیم وگرنه فرم آنتی همیشه از گوچ و حتی پوشیده و نپوشیده پایدارتره به خاطر اینکه گروه های بزرگی مثل متیل بیشترین فاصله را از هم دیگه دارن، پس کمترین دافع و بیشترین پایداری رو دارن، پس کمترین انرژی رو دارن.
اگه صفر باشه، اگه هیدروژن و متیل ها همینطور که بالاتر و جلوتر حساب کردم 16 کیلوژول اومد، خب به 16 کیلوژول میرسه. وقتی به فرم گوچ میرسیم، این درسته که فرم نپوشیده است، ولی بالاخره گروه های بزرگ تو گوچ همدیگه قرار گرفتن، یعنی میتونن یک کم با همدیگه نفوذ داشته باشن. واسه همون یه مقدار انرژی حدود 3.8 رو داره و همین دلیل به صفر نمیرسه. خب میریم که جلوتر میبینیم که گروه های متی رو همدیگه افتادن، یعنی فرم پوشیده همدیگه که ناپایدارترین حالت هستش. خب که این میشه 19. بعد وقتی میایم پایین تر باز دوباره به فرم گوچ میرسیم که به 3.8 میرسه. خب چرا؟ چون از این بند نفوذ داره. بعد دوباره هیدروژن و متیل بیاد با هیدروژن ها هم پوشانی بکنه به 16 میرسه. خب دیگه از این به بعد تکرار میشه دیگه. باز دوباره فرم آنتی هستش که به صفر میرسه. چرا؟ چون پایدارترین هستش و تقریبا صفر میگیریم انرژیشو. خب بریم پایین تر. میگه که همونطور که در دیاگرام مشاهده میکنی 3 تا کانفورمه مینیموم انرژی دارن، کانفورمه های ناپوشیده، و 3 تا کانفورمه با ماکسیموم انرژی هستن، کانفورمه های پوشیده. کلا گفتیم اونایی که بالا انرژیشون فرم های پوشیده هستن، چرا؟ چون نفوذ دارن، و اونایی که پایدارن و انرژیشون کمتر فرم های نپوشیدن، چون حالتی دارن که همدیگه رو دفع نمیکنن و ازدحام فضایی واسه همدیگه ندارن. میگه کنفورمیگاه هایی که در آن گروه های متیل یا گروه های بزرگ بجز هیدروژن، هر گروه بزرگی بجز هیدروژن میشه، چه متیل باشه، چه اتیل باشه، چه پروپیل باشه، خب فرق نداره، در زاویه دی هدزال 180 درجه قرار گرفتن. زاویه دی هدزال هم گفتیم که وقتی ما این دوتا هیدروژن رو بررسی میکنیم میگیم هیدروژن کربن، بعد این هیدروژن. خب 3 تا خط بینشون وجود داره یا 2 تا اتم بینشون وجود داره و همین دلیل ما به این حالت میگیم زاویه دی هزار، که وقتی میگه به صورت آنتیه 180 درجه است که بیشترین فاصله رو از هم دیگه دارن. ولی میگه کانفورمه هایی که در آن گروه های متی در زاویه دی هزار خب 30 درجه قرار میگه کانفورمر قطر. اینو 60 درجه بکنین. چرا؟ چون وقتی تو این موقعیت قرار میگه زاویهشون با هم دیگه 60 درجه هستش. خب پس این یه اشتباه تایپی صورت که 60 درجه است باشه، کانفورمر گوچ بهش میگه. پایین ترم نشونتون بدم. ببینید وقتی دو تا گروه متیل بالا و پایین آنتیه، وقتی 60 درجه هم دیگه از فرم های گوچه. ببینید هم فرم آنتی هم فرم گوچ فرم های نپوشیده هستن، خب ولی میزان انرژیشون با هم دیگه یکی نیست. اینجا گروه های متیل بیشترین فاصله هستن دیگه دارن، اینجا گروه های گوچ ببینید یک کم ازدحام فضایی بینشون رخ داده، با اینکه هر دو تا از فرم های نپوشیده هستن، ولی فرم گوچ چون یکم با همدیگه ازدحام ایجاد میکنه، الکترونشون تو همدیگه نفوذ میکنه، یه مقدار ناپایدارتر هستش. ببینید گفته که در کانفورمر آنتی گروه های متی در بیشترین فاصله نسبت به همدیگه قرار دارند، ولی در کانفورمر های گوچ گروه های متی نزدیک هم هستند. همانطور که در فرم های نیرومند گوچ بالا مشاهده میکنیم، ابر الکترونی گروه های متی در فرم گوچ همدیگه نفوذ کرده و برهمکنش گوچ ایجاد میکنه. این برهمکنش یک برهمکنش ناپایدار کننده است. میگه که دو فرم گوچ بالا نسبت به هم دیگه چی هستند؟ ببینید این گوچ اینجاست، این گوچ هم این بره، نسبت به هم دیگه کانفورمر هم دیگه حساب میشن. خب و ببینید تقریبا یکسانه، ما فرق نداره که بیایم اینا رو دو تا کانفورمر جدا در نظر بگیریم، به خاطر اینکه فرق نداره من این بر فرم گوچ داشته باشم یا این بر فرم گوچ داشته باشم، پس نسبت به هم دیگه یکسان هستند. هر دوتاشون ازدحام گوچ دارن، انرژیشون یکیه.
اینجا هم گفته که فرم آنتی از فرم گوچ پایدارتره چون فشار باندهای واسی یا ازدحام رو نداره. اسم دیگه فشار ازدحام یا به هم خوردن اون ابر الکترونی یا نفوذ ابر الکترونی که تو همدیگه رو فشار باندهای واسی هم میگه. خب فشار ازدحام به برهم دافعی که ناشی از تلاش دو گروه برای اشغال یک فضای معین هستش رو میگه. به خاطر این فشاری که فرم آندی از فرم گوش پایدارتره. ناپایدارترین کانفرم بوتان کانفرمه که در آن گروه های متیل روی همدیگه قرار گرفتن و 19 کیلوجول بر مول انرژی دارن. میگه ببین به خاطر اینکه مثلا میگه که اون فشار ازدحام چی هستش؟ و همکنش دافعی ناشی از تلاش دو گروه بزرگ برای اشغال یک فضای معین. ما فضا رو اگه یه بادکنک در نظر بگیریم اینقدر، هر چقدر که یک گروه داره بزرگتر میشه خب برای اون یکی گروه جای کمتری میمونه. خب به خاطر همین میگه که تلاش دوتا گروه برای اشغال یک فضای معین، میگه اینقدر فضا دارم دوتا گروه تلاش میکنن که اشغالش بکنن. حالا اگه این دوتا گروه هر چقدر که بزرگتر باشن بیشتر تلاش میکنن و بیشتر همدیگه رو دفع میکنن. خب واسه همینه که وقتی دوتا گروه همدیگر بیشتر دفع میکنن باعث ایجاد فشار ازدحام میشه. واسه اینه که توی ما فرم پوشیده که بیشترین وقتی متیل ها کنار همدیگه قرار میگیرن دیگه رو همدیگه است. خب بیشترین بوتان ناپایدار کافو میشه که گروه های متیل رو همدیگه قرار بگیرن. وقتی رو همدیگه هستن بیشتر فشار ازدحام رو داریم و پوشیده ای که دوتا متیل رو همدیگه است از همشون ناپایدارتره. 19 کیلوجول انرژی لازم داره. خب ولی حتی وقتی گروه های متیل به صورت گوچه همدیگه قرار میگیرن باز ابر الکترونشون تو همدیگه فرو میره و باعث یک فشار ازدحام خیلی کمی میشه که باعث میشه فرم گوچ از فرم آنتی ناپایدارتر بشه. خب اینو پاک کنیم ادامه بدیم. ببینید اینجا اومده در مورد فشارها صحبت کرده. گفته اگه هیدروژن با هیدروژن باشه 4 کیلوجول انرژی لازم داره. اگه هیدروژن با متیل باشه 6 کیلوجول انرژی لازم داره. متیل با متیل 11 کیلوجول انرژی میخواد و متیل با متیل گوچ، این ببینید این فرم پوشیدشه این فرم گوچشه. متیل با متیل گوچ 3.8 میخواد. ببینید وقتی دوتا متیل که گروه بزرگی هستند رو همدیگه میفتن 11 کیلوجول انرژی رو بالا میبرن. ولی وقتی به صورت گوچ قرار میگیرن چون همدیگه رو کامل پوشش نمیدن باعث میشه که فقط 3.8 کیلوجول انرژی داشته باشه. خب تو سوال 4 گفته که چه نوع فشارهایی در کانفورمر های زید وجود داره. خب ببینید ما اینو نگاه میکنیم میگیم که چون گروه ها یکی اینو دقت داشته باشیم که ما وقتی دوتا گروه رو همدیگه بیفتن گروه های بزرگ رو همدیگه بیفتن میگیم فشار ازدحام یا فشار واندرواسی. اگه هیدروژن ها رو همدیگه بیفتن میگیم فشار پیچشی. خب هر دوتاشون فشار ازدحام حساب میشن ولی یکم نامهاش با همدیگه فرق داره. نگاه میکنم میبینم که دوتا گروه بزرگتر از هیدروژن یعنی گروه های متیل رو همدیگه افتادن. پس این چیه؟ فشار ازدحامه یا فشار واندرواسی. و اینجا میبینم که دوتا گروه هیدروژن رو همدیگه افتادن. پس این چیه؟ اینم میشه فشار چی؟ پیچشی. خب پس این فشار پیچشی داره با فشار ازدحام داره. میرم روی این یکی میبینم گروه های بزرگ تو گوچ هم دیگه قرار گرفتن پس میشه فشار گوچ دارن اینا. هیدروژن ها رو هم دیگه قرار نگرفتن پس فشار پیچش رو نداریم. بیایم اینجا ببین هیدروژن متیل رو هم دیگه قرار گرفتن. یه فشار ازدحام داره فشار پیچشی هم ممکنه داشته باشه. فشار ببینید ازدحام داره اینجا هم فشار هیدروژن پیچشی داره. حله؟
خب گفته که تو تمرین دوم به تصویر زیر نگاه بکنید. خب پایدارترین و ناپایدارترین کانفورمه حول پیوند 33 و 34 رو رسم بکنید. خب ما تو فصل نامگذاری یاد گرفتیم که اینا رو چجوری شماره گذاری بکنیم. ما اول زنجیره اصلیمون رو انتخاب میکنیم، بعد میام شماره گذاری میکنیم، میگیم 1 2 3 4 5 6. خب سه میشه کدوم؟ 1 2 3 3 و 4. پس میشه این مولکول، این اتم و این یکی. خب میرسیم به 33 و 34. حالا میایم بخوایم اینا رو فرم کانفورمشون رو رسم بکنیم. کاری که باید بکنیم اینه که ما به فرم نیومن تبدیل بکنیم. من وقتی میبینم این سه تا ظرفیت داره 1 2 3 چهارمیش باید هیدروژن باز شه که در راستای قوه توپو کشیده میشه. خب اینم چون خطش هست من قوه توپو رو تو خالی رسم میکنم که هیدروژن هستند. خب اینو بدونین که فرم ساهوست کشیدنش خیلی راحت تره. چرا؟ ببین این کدوم گروه؟ این گروه اتیله، اینم گروه اتیل هستش. خب پس من میام اینو به ساهوست تبدیل میکنم، میگم این باشه اتیل. خب بعد از 2 سمت به هیدروژن وصله، بعد اینم هیدروژنه. خب از پشتم بالای هیدروژنن. خب پایینی اتیل هستش. میام کانفورمه های این رو رسم میکنم. از این سمت به مولکول نگاه میکنم، یه دایره بزرگ میکشم، میگم از بالا از کربن جلویه 8 میبینم، از پشت 7 میبینم. خب میکشم، میگم بالایی اتیله، پایینی دوتاش هیدروژنه. خب این سمت خب بالای هیدروژنه، پایینی چیه؟ اتیله. خب یه کانفورمهش رو کشیدم. ما گفتیم کانفورمه ها چجوری ایجاد میشن؟ چرخش حول باند یگانه. خب پس میام 60 درجه میچرخونم، جلویی رو ثابت نگه میدم. بذارید بقیه رو پاک کنم. چشم پاک کنیم با اینا. خب بچرخونم، جلو ثابته. خب اتیلن، هیدروژن، هیدروژن. خب این هیدروژن رو 60 درجه بچرخونم، چون وسطی میاد در راستای این هیدروژن قرار میگیره، چه فرم پوشیدش دیگه. بعد این اتیلن بچرخه در راستای این هیدروژن قرار میگیره. خب بعد این هیدروژن بچرخه 60 درجه در راستای این اتیلن قرار میگیره. بعد اینم هیدروژنه. خب بعد دوباره میام اینا 60 درجه بچرخونم، جلو رو ثابت نگه میدارم، میشه اتیلن، هیدروژن، هیدروژن. خب بخوام اینا رو بچرخونم، پشتی هیدروژن میاد وسط. خب این هیدروژن میاد این وسط، این اتیلن هم میاد این وسط. خب فرم بعدیش جلو رو ثابت نگه دار، اتیلن، هیدروژن، هیدروژن. بخوام 60 درجه با هم دیگه بچرخونیم، این هیدروژن در راستای این قرار میگیره، هیدروژن. خب این هیدروژن در راستای این قرار میگیره، هیدروژن.
این اتیلن هم در راستای این قرار میگیره، اتیله. خب کانفورمل بعدی، جلوی ثابت نگه دار، اتیلن، هیدروژن، هیدروژن، پشت 60 درجه بچرخون. این هیدروژن میاد وسط، اینجا قرار میگیره. خب این هیدروژن بچرخه میاد این یکی وسط قرار میگیره. بعد این اتیلن بچرخه این وسط قرار میگیره. خب فرم بعدی، باز دوباره جلوی ثابت نگه دار، اتیلن، دوتا هیدروژن. خب این پشت رو بخوام بچرخم 60 درجه، هیدروژن در راستای این اتیلن قرار میگیره. این هیدروژن رو بچرخم در راستای این هیدروژن قرار میگیره. خب این هیدروژن هم بچرخم در راستای این اتیلن قرار میگیره. خب فرم بعدی، جلوی رو ثابت نگه دار، اتیلن، خب هیدروژن، هیدروژن، خب 60 درجه بچرخون، این اتیلن میاد وسط. خب این هیدروژن میره این بر، این هیدروژن هم میاد این یکی وسط دوتا اتیل هیدروژن. ببینید من ادامه بدم؟ نه دیگه کانفورمل هم تموم شده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این فرم دقیقا مثل همین فرم هستش. خب پس این فرم هست میشه و دیگه ادامه نمیدم و فقط کانفورمل هم در این حد هستش. حالا میام به این کانفورمل ها نگاه میکنم تا بیام مشخص بکنم که کدومشون پایدارترینه کدومشون ناپایدارترینه. ما میدونیم که فرم آنتی خب از همشون پایدارترینه و فرم پوشیده از همشون ناپایدارترینه. خب پس باید میام فرم پوشیده و آنتی رو مشخص بکنم. فرم آنتی چجوریه؟ ما میام بزرگترین گروه ها رو مشخص بکنیم. هر گروهی به جز هیدروژن بزرگ هستش، پس اتیل ها بزرگترینه. ببینید اینجا تو کدوم موقعیت قرار گرفتن؟ 180 درجه با هم دیگه فاصله دارن. ببینید 180 درجه. پس این فرم پایدارترینه. چرا؟ به خاطر اینکه آنتیه. خب این فرم چی؟ تو این فرم پوشیده هستش. خب ولی پوشیده ای که هیدروژن متیله. خب که باعث پایدارتر از این حالته. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا بزرگترین گروه ها رو همدیگه افتادن. ما میگیم پوشیده ای که بزرگترین گروه ها رو همدیگه بیفتن ناپایدارترین میشه. پس اینم پوشیده است، اینم پوشیده است، هر دوتاش ناپایداره ولی این ناپایدارترینه. ببینید این چیه؟ این فرم گوچه. خب پس ولی پایدارتر از این حالته به خاطر اینکه هیدروژن متیل پوشیده هستند. بعد ببینید اینا باز فرم گوچ هستش به خاطر اینکه 60 درجه با هم دیگه فاصله دارن. تو این هم پوشیده است، انرژیش با این تقریبا یکیه به خاطر اینکه هیدروژن متیل رو هم دیگه افتادن. پس پایدارترین اون میشه آنتی و ناپایدارترین اون میشه پوشیده ای که دوتا اتیل رو هم دیگه افتادن. خب پاک کنیم ادامه بدیم. خب
میگه که رسم پایدارترین و نامبردارترین کنفورمه ابتدا تصویر نمودار ترکیب رو حول پیوند خواسته شده رسم کردیم. سپس یک تصویر را ثابت نگه میداریم، سمت دیگر رو 60 درجه 60 درجه میچرخونیم تا زمانی که تصویر نیومن بیاد تکرار بشه. دیدیم دیگه یه حالتی پیش اومد که به همون نیومن اولیه رسیدیم و همین دلیل دیگه ادامه ندادم و آخرش رو حذف کردم. بعد میگه بعد از رسم همه کنفورمه های پوشیده و ناپوشیده رو جدا میکنیم. همیشه فرم های پوشیده مینیمم انرژی رو دارن، فرم های نپوشیده مینیمم انرژی رو دارن و فرم های پوشیده ماکسیمم انرژی رو دارند. خب اینا جاشون برعکس شده به خاطر اینکه فرم های ناپوشیده پایدارن، خب و انرژیشون خیلی کمه و ماکسیموم انرژی ها پوشیده هستن و ناپایدارن و بیشتر انرژی رو دارن. خب میگه که در نهایت با استفاده از انواع کشورها پیچش و ازدحام در فرم‌های پوشیده دنبال ناپایدارترین و در فرم‌های پوشیده در فرم‌های ناپوشیده دنبال پایدارترین کنفورمه میگردیم. گفتیم که از فرم ناپوشیده ها آنتی و از فرم پوشیده هایی که دو تا گروه بزرگ رو هم دیگه میفتن ناپایدارترین هستند. میگه همه کنفورمه های یک کلورپروپان و حول پیوند C1 و C2 بیاین رسم بکنید. به این پایین تر رسم بکنید. خب بیاین بگیم که یک کلورپروپان اول باید یک کلورپروپان رو بکشیم. میگیم یه دونه کربن، دو تا کربن، سه تا کربن، خب که به یک کلور بستن، یک کلور. خب این میمونه CH2. خب این هم میشه CH2. این هم میشه CH3. گفته که حول پیوند C1 C2 من بیام نامگذاری بکنم زنجیری استیمین هستش میشه 1 2. خب پس گفته که حول این کربن و این کربن نگاه بکن. پس من میخوام فرم ساهستش رو رسم میکنم. میگم کربن. خب این کربنی که میبینم خب این باشه به دو تا هیدروژن بسته به یه کلور بسته. کلور رو بخوام بالا بکشم باید کربن و هیدروژن رو چیکار کنم؟ به سمت پایین بکشم. هیدروژن. خب هیدروژن. الان بخوام به این یکی کربن نگاه کنم. این کربن به چیه بسته؟ به دو تا هیدروژن به یک گروه متیل یا CH3 بس هستش. بیام بگم مثلا این دو تا هیدروژن باشن. خب گفتیم فرق نداره یا بالا بکش یا پایین بکش، چون ما میخوایم کنفورمه هاش بکشیم بالاخره قرار یکی یکی بچرخونیم دیگه. پایینم متیل رو میکشم. خب میام از سمت یک نفر نورکون نگاه میکنیم و فرم نیومنش رو رسم میکنیم. خب وای میبینم، 7 میبینم، 7 میکشم. خب پشتش چی میبینم؟ وای برعکس میبینم، یه وای برعکس میکشم. بذارید بقیه رو پاک کنم که راحت باشه این نیاز. خب یکم بندش کنیم. الان بخوایم رسم بکنیم جلوی دو تا هیدروژن بالاست، پس دو تا هیدروژن میکشم براش. خب پایینش هم متیلش هم مینویسم. به پشتی نگاه میکنم، بالایش کلوره، پایینی ها دو تا هیدروژنه، پس هیدروژنش هم میکشم. حالا میام چیکار میکنیم؟ یکی حول باند یگانه میچرخونیم 60 درجه 60 درجه. پاک کنم سرینا رو رسم بکنم. جلو ثابت نگه دار. بچه هر گروهی به جز هیدروژن رو می نویسم. اونایی که ننوشتن بدون هیدروژن دیگه بعد شما باید تو امتحان بنویسید، چون زیاد وقتمون گرفته میشه واسه همون نمی نویسم. بالایی رو بخوام بچرخونم 60 درجه کلور میاد در راستای اینجا. این هیدروژن قرار میگیره، می نویسیم کلور. خب پشتی حرکت بکنید هیدروژن میاد کنار این متیله دیگه نمی نویسم هیدروژنشو. این هیدروژن میاد کنار این هیدروژن. خب بریم فرم بعدی. جلوی رو ثابت نگه میدارم.
هیدروژناشو نمیکشن، فقط پای متیلشون مینویسن. خب این کلور بخواد بیاد به چرخه میاد وسط این دوتا قرار میگیره کلور. خب این پایین هیدروژن میاد وسط این هیدروژن نمینویسم، این هیدروژن بالا قرار میگیره. خب فرم بعدی باز دوباره جلو ثابت نگه میدارم، پایینش فقط متیل رو مینویسم. یکم بد شد ولی حالا ببینید کلور به چرخه، کلور متیل اینجا میفته، کلور. خب این هیدروژن به چرخه در راستای این قرار میگیره، این هیدروژن هم به چرخه در راستای این قرار میگیره. خب اون یکی فرمش جلویی رو ثابت نگه دار، هیدروژناشو نمینویسم، فقط متیلشو مینویسم. خب به چرخونم، این هیدروژن میاد وسطشون، این کلور رو میانیم این بر کلور. خب این هیدروژن هم بالا قرار میگیره. بریم سراغ کانفورمر بعدیش، جلو ثابت نگه میدارم، فقط متیلش رو مینویسم. خب کلور میاد اینجا. خب این هیدروژن میره این بر کنارش، بعد این هیدروژن هم میاد کنار متیله. کانفورمر بعدیش جلوی ثابت نگه میداریم، متیل. حالا بخوام این کلور رو بچرخم، این کلور وسط قرار میگیره. خب یک دونه هیدروژن میاد این بر، این یکی هیدروژن هم چرخه میاد این بر. ادامه بدم، نگاه کنیم، ببین عین همون در میاد. پس در نتیجه ادامه میدم به این کانفورمر چی میشه؟ هست میشه. پس من فقط این کانفورمر ها رو دارم، بین اینا پایدارترین و ناپایدارترین رو تیک میزنم. کدومشون میشه پایدار، کدومشون میشه ناپایدار؟ ما بین نپوشیده ها دنبال پایدارترین میگردیم. ببین یکی این نپوشیده است، یکی این نپوشیده است، یکی این نپوشیده است. نگاه میکنیم اون جایی که بزرگترین گروه ها چه این هم باشن چه این هم نباشن، فرم آنتی باشن، پایدارترینه. ببینید اینجا متیل با کلور فاصله آنتیه، پس این پایدارترینه. ببینید اینجا متیل و کلور گوچن، با اینکه فرم ناپوشیده است پایداره، ولی فرم گوچه. گفتیم فرم گوچ تقریبا 3.8 اینا. اینجا چون گروه های کلور هستش، کلور بزرگتر از متیل هم هست، تازه یکم بیشتر هم میشه، مثلا 4 اینا میشه. خب ببین اینا تو اینم گوچه، واسه همون اونی که فرم پایدارترین رو داره از همه‌شون پایداره. حالا میریم دنبال ناپایدارترین رو گشتیم، منم ناپایدارترین. در بین پوشیده ها دنبال ناپایدارترین میگردیم، اون جایی که دو تا از بزرگترین گروه ها رو هم دیگه میفتن. ببینید اینجا کلور متیل رو هم دیگه هستن، پس اینم میشه ناپایدارترین. پایدارترین فرم، ناپایدارترین فرم. خب حله. خب بیام پایین تر، میگه که با توجه به تصویر ترکیبات زیر پایدارترین و ناپایدارترین کانفورمر حول پیوند نشان داده شده را بیان رسم بکنیم. بیایم پایین تر رسم بکنیم. خب ببینید الان بخوام پول اینا پیوند ها رو رسم بکنم. خب ساختار A، ببینید اگه بخوام در راستای این کربن نگاه بکنم، باید کربن بغلیش رو به عنوان کربن پشتی در نظر بگیرم. از این سمت نگاه میکنم، میبینم که یکی از ظرفیتاشو دوتاشو پر کرده، پس باید دوتا هیدروژن به سمت پایین داشته باشه. خب یه دونه هیدروژن، دوتا هیدروژن.
خب الان باید فرم نیومن اینو رو رسم بکنیم. یه دایره بزرگ میکشم، میبینم که یه دونه 7 دارم. خب پایینم یه دونه پشتم یه دونه 8 دارم. خب حالا بالایی متیل پایینشم متیله. پشتیش چیه؟ بالایی متیله، پایینی به 2 تا هیدروژن بسته. خب بدون اینکه من بیام اینا رو 60 درجه بچرخونم، میتونم پایدارترین و ناپایدارترین فرمش رو بنویسم. پایدارترین فرمش رو در نظر میگیرم که 2 تا از گروه های متیل به صورت آنتی همدیگه قرار بگیرن. ببینید اینجا چون 2 تا گروه متیل همشون متیله، فرق نداره کدومشون باشه، پس همین یه فرم هم میتونه پایدارترین فرمش باشه. اون موقعی هم که ناپایدارترین رو بخوایم رسم بکنیم، باید کاری بکنیم که 2 تا گروه متیل رو هم دیگه بیفته. ببینید الان بخوام این 2 تا متیل رو هم دیگه بندازم. خب بیاین جلو رو ثابت نگه داریم، پشت رو بکشیم که همون اصول اولی همون رعایت بشه. خب جلو رو نگه دارم که 3 تا گروه متیل داره. خب متیل و پایینی هم متیل. خب الان پشتی رو بخوام بچرخونم، این متیل رو بندازم رو این. خب این هیدروژن بیفته رو این متیل. خب این متیلم بچرخونم رو این متیل بندازم. ببینید این خودش ناپایدارترین فرمه، به خاطر اینکه 2 تا گروه متیل از 2 جفت رو همدیگه افتادن. خب اینا تو هی بچرخون، خب دوباره این کانفورمر ها تکرار میشن و باز اون کانفورمری که 2 تا گروه بزرگی که اینجا متیل هستن رو همدیگه بیفتن میشه ناپایدارترین، و اونجایی که 2 تا گروه بزرگ به صورت آنتی همدیگه قرار گرفتن اون میشه پایدارترین. خب بریم سراغ ترکیب B. ترکیب B را هم گفته که از این کربن نگاه کن، پس من یه دونه میرم عقب‌تر تا کربن عقب رو هم مشخص بکنم. دوباره اینا رو تبدیل میکنم به اینکه گروه های تو خارج رو هم رسم کردن و این در واقع ساهوس در نظر بگیریم. خط در نظر چون راحت تر هستش. در راستای یه خط رو میکشم که همون هیدروژن رو کمبود داره. باز دوباره این 2 تا هیدروژن میخواد، چون به سمت بالاست من 2 تا هیدروژن رو به سمت پایین میکشم. ببینید خط به سمت بالا باشه، قوه توپو تو خالی به سمت پایینه. خط پایین باشه، قوه توپو تو خالی به سمت بالاست. خب جهت عکس همین دیگه، بخاطر اینکه باید 109.5 درجه فاصله داشته باشم. حالا بیام یه ترکیب بزرگ، یه خط دایره بزرگ میکشم، از این سمت مکون نگاه میکنم. چی میبینم؟ اینم گروه اتیلن هستش. خب به جایی که بزرگ بکشیم اسمشو بنویسیم که راحت‌تر بشه نامگذاریش کرد و کشید. اتیل. خب نگاه میکنم میبینم یه 7 میبینم، یه 7 میکشم، پشتی به صورت 8 هستش، یه 8 میکشم براش. خب میگم این ورش بخوام رسم بکنم میشه متیل، این ورش میشه هیدروژن. خب به پشتی نگاه میکنم، بالاش اتیل، خب پایینی هیدروژن. این پایینیش هم اتیل بود، من بکشیم. ببینید الان اون حالتی که پایدارترین هستش که بزرگترین گروه پشت چیه؟ اتیلنه. پایین جلو بزرگترین گروهش چیه؟ باز اتیلنه. خب چون این 2 تا گروه به صورت آنتی همدیگه قرار گرفتن، این فرم میشه پایدارترین. ناپایدارترینش هم بکشم چیکار میکنم؟ باید کاری بکنم که اتیلن ها رو همدیگه بیفتن. خب تا جایی ادامه بدم 60 درجه چرخوندن رو که اتیلن ها رو همدیگه باشن. من میام جلو رو ثابت نگه میدارم. خب متیل
اتیل، خب هیدروژن. خب الان بخوام اینو از پشت سر هم بچرخونم. این اتیل میاد اینجا. خب به خاطر اینکه اتیل روی این بیفته باید چند درجه بچرخه؟ یه دونه 60 درجه، دو تا 60 درجه، سه تا 60 درجه. پس سه تا 60 درجه هر کدوم رو میچرخونم. این اتیل سه تا 60 درجه بچرخه میاد اینجا دیگه. خب یا یکی بکشین یا اینجوری که میگم بریم. الان این هیدروژن پاشتی باید سه تا بچرخه. یه دونه، دو تا، سه تا میاد اینجا. پس بکشین اینجا هیدروژنه. خب الان این هیدروژن یه دونه، دو تا، سه تا بیاد اینجا. این فرمی هم که بزرگترین گروه ها یعنی دو تا اتیل رو هم دیگه میفتن میشه ناپایدارترین فرم. خب نه پاک کنیم بریم سراغ ترکیب سی. ترکیب سی گفته از این کربن نگاه کن. بس من در راستای این کربن یه دونه عقب‌تر و میکشم. هیدروژن کم داره، هیدروژناشو رسم میکنم. چون خط به سمت بالاست قوه تو خالی شو یا به فرم ساهوست، هیدروژن هاشو به سمت پایین میکشم. یه فرم نیومن براش رسم میکنم. من 1.7 میبینم، پشتی هم 1.8 میبینم. خب بخوام بکشم، این سمتش میشه متیل، این سمتش میشه هیدروژن، بالایی میشه متیل، پایینی میشه هیدروژن. جلوی پایینیش هم هست متیل باز. خب من بدون اینکه اول باید مشخص بکنم که گروه های بزرگ پشت کدومه. گروه بزرگ دو تا هیدروژن داره یه متیل، پس متیل هست همشون بزرگه. گروه جلو هم دو تا متیل داره یه هیدروژن که یکی از متیل ها رو انتخاب میکنم. مثلا این تو این حالتی که دو تا متیل یعنی بزرگترین گروه ها آنتی هم دیگه قرار گرفتن میشه پایدارترین فرم. میخوایم اینو به ناپایدارترین فرم تبدیل بکنیم باید بیام چیکار کنیم؟ دو تا متیل رو هم دیگه بندازیم. میام جلو رو ثابت نگه میدارم. هیدروژن، متیل، پایینشم چی؟ متیل. الان بخوام این متیل، خب این متیل پشتی الان، خب بیام رو این متیل بندازم، رو این متیل بندازم، فرق نداره. بخیر باید دو تا متیل رو هم دیگه بیفته، فرق نداره کجا این به هم دیگه بیفته. این راحت دیگه یه دونه باید چرخش بدم. این یه دونه 60 درجه بچرخونم، این متیل میاد اینجا. یکی رو 60 درجه بچرخونم، رو هیدروژن میفته متیل. خب یکی هیدروژنم بچرخونم، رو این هیدروژن میفته. خب پس اینجا هم که دو تا متیل رو هم دیگه میفتن میشه ناپایدارترین فرم. پاک کنیم بریم سراغ ترکیب دی. گفته که از این کربن نگاه کن. من یه دونه میدم عقب. پس این دوتا کربن رو در نظر میگیرم. میگم که این گوه تو خالش رو کشیده. من پس باید به گوه تو بعدش که هیدروژن هستش بکشم. چون این خطش رو به سمت بالا کشیده من باید یه گوه تو خالی یا یه گوه تو هیدروژن بعدش به سمت پایین بکشم. حالا نوبت اینه که از این سمت مولکول بهش نگاه بکنیم که از این سمت نگاه میکنه. میگم که یک دایره بزرگ میکشم به عنوان کربن جلویی. میگم این ترکیبم هستش اسمش اتیلن. خب این ترکیبم اسمش هست اتیلن. خب میگم یک وای میبینم، تو پشتی هم یه وای برعکس میبینم. خب بالایی هست به سمت داخل اتیلن،
خب به سمت بیرون هیدروژن، به سمت پایین باز نه این متیلن بود، ببخشید چون یه خط متیل خب پایینی اتیل، به پشتی نگاه بکنم بالایش هست اتیل، خب دو تا پایینیش هست هیدروژن و هیدروژن. حالا بزرگترین گروه پشتی و پایینی و پشتی و جلوی مشخص میکنیم. ببینید مال پشت اتیل هست با 2 تا هیدروژن که اتیل بزرگترینه، مال جلو هیدروژن متیل اتیله. متیل بزرگی اتیل به خاطر اینکه 2 تا کربن داره، پس اینو مشخص میکنم. تو این شرایط که 2 تا اتیل آنتی هم دیگه هستن، یعنی 180 درجه زاویه دیهدرالشون فرق داره، میشه چی؟ میشه پایدارترین فرم، چرا؟ چون فرم آنتیشه. خب الان بخوایم اینو به فرم ناپایدارترین تبدیل کنیم، باید چیکار کنیم؟ 2 تا اتیل رو هم دیگه بندازیم. بخواد 2 تا اتیل رو هم دیگه بیفته، باید یه دونه بچرخی میاد اینجا، 2 تا بچرخی میاد اینجا، 3 تا بچرخونمش. خب جلو رو ثابت نگه میدارم، مینویسم متیل هیدروژن و پایینش هم چی؟ اتیل. این نکته هم بگم که میتونیم پشت رو ثابت نگه داریم، جلو رو بچرخونیم، ولی موقعی کم سخت میشه، خیلی راحت در هستش که جلو رو ثابت نگه داریم، پشت رو بچرخونیم. خب اتیل رو 3 بار بچرخونم، 1 2 3 میاد پایین. خب میشه اتیل پوشیده و 2 تا گروه بزرگ رو هم دیگه میفتن که میشه ناپایدارترین. بعد بخوام این هیدروژن پشت از 3 بار بچرخونم، میشه 1 2 3 با این متیل هم گروه میشه، هم داستان میشه. خب بعد این چی میمونه؟ این هیدروژن پشتی میشه 1 2 3 با این هیدروژن هم داستان میشه. خب تو این حالت هم که 2 تا بزرگترین گروه ها در راستای همدیگه رو همدیگه افتادن، میشه ناپایدارترین فرم. یا باید یکی بکشین یا باید بدونین که وقتی بزرگترین گروه ها آنتی هستن پایدارترینه، وقتی بزرگترین گروه ها رو همدیگه میفتن ناپایدارترینه. اینجا میگه که کانفورمل آنتی همیشه از گوچ پایدارتره. به خاطر چی؟ به خاطر ازدحام فضایی، مگر اینکه به دلیل برهمکنش‌های پایدار کننده نظیر پیوند هیدروژنی کانفورمل گوچ پایدارتر بشه. یعنی چی؟ ببینید میگه که ما فرم آنتیمون همیشه از گوچمون پایدارتر هستش. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم تو فرم آنتی بزرگترین گروه ها اونقدر هستن دیگه فاصله دارن که دافعی رو هم دیگه ندارن. پس علت ناپایداری گوچ به خاطر دافعشونه. خب چی میشه؟ اگه دافعه به جاذبه تبدیل بشه، کجا؟ مثل پیوند هیدروژنی. ببینید ما این گروه رو داشته باشیم، خب این فرم آنتیشه به خاطر اینکه اوهاش خب بزرگترین گروه هاشونه. اینجا به فرم آنتیه، خب اینجا به فرم گوچه، 60 درجه با هم دیگه فاصله داره. اینجا اوهاش ما گفتیم پیوند هیدروژن چجوری تشکیل میشه؟ تو هسته اول گفتیم که ما وقتی هیدروژن متصل به گروه های فولوئول اکسیژن و نیتروژن داشته باشیم، میتونیم بگیم که ما پیوند هیدروژن داریم. پیوند هیدروژن جزء قوی‌ترین جاذبه ها و جزء قوی ترین پیوند هاست. و همین دلیل وقتی اینا به فرم گوچ قرار میگیرن، میتونن هیدروژنش رو ببین یه هیدروژنی هستش که به 2 تا اکسیژن متصله، پس این پیوند هیدروژنی میده. پس اینجا ما فرم گوچ نه تنها دافعه نداریم، بلکه جاذبه قوی مثل پیوند هیدروژنی هم داریم. پس اینجا فرم گوچ از آنتی پایدارتر میشه. بریم سراغ اون یکی. ببینید اینجا F داریم، H داریم، O داریم، بعد FOH داریم. ببینید OH و F بزرگترین گروه ها هستن. اینجا آنتیه، اینجا گوچه. اگه مثل قبل باشه باید بگیم که فرم آنتی پایدارتر از گوچه. به خاطر چی؟ به خاطر ازدحام فضایی. ولی ببینید هیدروژنی که متصل به فولوئول و اکسیژن باشه، بین فولوئول و اکسیژن باشه، در واقع پیوند هیدروژنیه و چی هستش؟ پایدارتر از فرم آنتیه. پس
همیشه آنتی از قطر پایداره مگه اینکه بر همگونیش‌های پایدار کننده یا تبدیل کننده های دافع به جاذبه باشه. مثل چی؟ مثل پیوند هیدروژنی. تا کنیم بیایم پایین تر. میگه که فرم های ساحاس ترکیبات زیر رو رسم بکنید و تعیین کنید این دو مولکول نسبت به هم آیا ایزومر ساختارین یا نه. ببینید حجم رو بچه‌ها زیاد شده، اینو واسه ویدیو بعد نگه می‌دارم. ممنون که تا اینجا همراه هم بودید. خدا نگهدارتون.